سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندای عزیز، افغانای عزیز. خدا کنه که جور صحت کامل داشته باشین، روزیتان تحت عبادتتان به درگاه الله قبول باشه. با فامیل، با تمام اقوام در جای کره زمین هستین، در جای کره خاکی هستین، موفق باشید، چی داخل افغانستان چی در خارج از افغانستان. دوستای عزیز، امروز به خاطر افطاری دیگه اولادا یک چیز میزی مریم تیار میکرد. ما از این وقت در خانه آمدیم دیگه، اونا در بیرون نرسون هستن دیگه. برای ما امروز گفته بودن اگه میتونی علاوه غذا جور میکنیم یک جوس کیله هم جور کنین دیگه. این جوس کیله را یک کیلهش جدا کردم ماندم، فکر نشد که باید از اول چیز میکردم بخشش باشه دیگه. کیله را اینا جکش میمونم چون جوان است، اینا میدهشان هضم کنه میتونه، شاید خورده بدن اولی از ما میده ما هضم کنه نمیتونیم، خورده نمیتونیم. خود دوستا ما یک قاشق بگیرم از اینجا انداختن بوره، یک قاشق گرفتم دوستا. بسم الله الرحمن الرحیم. انداختیم دوستا، اینا های شیده دیگه ایشان پرتیم. این شیده شام انداختیم دوستا دیگه. خدا کنه که یک جوس جور کنیم که بدل اولادا باشه. اولادا خوشی از اینا خوشی ماست دیگه. ما کیلوش یک امتحان کنیم، یک دفعه ببینیم اگر کمی نرم شده بود باز دوباره کیله پرتیم، اگر نه که برابر بود دیگه چی تو ایچ ما. این سرپوش شاندم، اینی هم کتی چیزش هسته در داخل یخچال باید از بانیم سرد شود دوستا. بسم الله الرحمن الرحیم. جک اوکش کنیم، اوکش کنیم. بعد از او بخیر داخلش باشه. یک دفعه دوستا سعی کنیم در مکسر انداختیمش ببینیم که به چی اندازه غلیظ است او گین است، این دیدیم برابر است. بخیر پرتیم داخل جک. باز از جک ببریمش که جک داخل یخچال بانیم که سرد شود دوستا. برو بخیر، برو بخیر. این هم شد بخیر. سرپوش در سرش بانیم. این دوستا انداخته میشه، اینا رو میاره میشه داخل یخچال، جا به جای میکنیم میشه. سعی کنیم که در کجا جای بر عزیز پیدا کردن میتونیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه نو ما. چیال اول روزه نمازتان قبول داخل جیا و غزیات چی گپاس طرف های شما. ما امروز دیگه یک ذره سبزی پخته کنم. بچه ها سبزی هم خوش دارن دیگه. برای بیگاه تیاری بگیریم بخیر که نزدیک روز افطار است. مایده کنم. سبزی های تیار آورده برای ما، خاطر که سبزی اینجا پیدا نمیشه به زودی. نفت تیار آورده، تیار باشه کن برشون که یک چیز نرم خوش است. زان از فایده داره سبزی. اینجا به زودی دیگه پالک پیدا نمیشه. علامت کنم برشان پخته کنم. یک فرمایش مکرونی را دارد یا دمدار برم پخته کنم. سعیز میکنم براتون. مقصد شما روزه بگیرید، ما براتون پخته میکنم.
میگیرن دیگه بچه هست خیلی بینن که مقام درس هم میخوانن بیچاره روزان بگیرن سبزیشان پرپش بیاد سخت داره سبزی تیار است دیگه یه افتادگی یه افتانه شد یه سبزی رو بخیر انداختیم یاد سرای شمالی بخیر که سرای شمالی بودیم در کابل جان همونجا اول رمضان که میشد اول رمضان میرفتیم سبزی پولک فرض مثال بگیریم پولک از بلند می بود فرض مثال دیگه وقتی چارک 50 روپه بود او روز میشد چارک 80 روپه خود می آوردیم باش که در ماه رمضان سبزی پولک بخوریم سبزی پولک خوب است معده را خوب نگاه میکنه دیگه ما آوردیم سبزی پولک با خمار امو وقت مگه قربان امو غایتا 100 غایت آل یک غایت او غایتا بله او غایتا اون وقتا خوب وقتا بود بله دیگه ما هم سبزی پولک آوردیم دوستا شما هم سبزی پولک بخورید خوب است آدم بتون از این بسیار کسا اگام تو بسیار کسا شاید از این چیز میکنن در بولونی استفاده میکنن بولونی سبزی پولک میکنن دیگه کسایی که از گندنه و چیزا پرهیز است چیز ملایم است آهن داره چی داره مچم فایده داره بالاخره سبزی پولک دیگه که آوردم به خاطر از آوردم سبزی پولک هم بسیار خوش دارم دوست دارم علاوه مریم هم بسیار دوست داره دیگه بچه ها فکر میکنم دیگه چیز فرمایش داده همین بچه ها مکرونی گفت مکرونی گفته و مکرونی گفته دیگه ما و مریم و هم شاید بخورن ولی ما دو نفر زیاد خوش داریم به خاطر از این که به معده خیلی کمک میکنه بسیار کمک میکنه خدا کنه که شما هم بتونی از این پولک نوشجان کنید تا ایره که میبینید در دست ما زنجفیل است یک ذره زنجفیل هم در خودش پردیم به خاطر از این قبلا هم براتون گفتم چیزهایی را که میبینی اکثرت از اینا خیلی بادگین است و مو خاطر این که زنجفیل هم دیگه خوشبویی میکنه هم به خاطر قلنج با دیگه با آدم نمیگیره خنکی هم زود زکام هم نمیشه آدم در مقابل ویروس یا هر مریضی زود آدم نمیگیره خیلی مقاومتش بالا زنجفیل دیگه خدا کنه که شما از ما چیزی را خوشتان آمده باشه یا چیزی فهمیده باشین کسایی که میفهمه با اونا دور از اونا دیگه و استاد ماست دیگه ما اینمی چیزی کار خدا طریقه خدا پیش برده میریم دیگه زنجفیل خورد کنم مایدش کنم تراشک میکنم و تراشک که این خوب است خود از این باز خورد میشه این بیگی مریم پرتش داخل دیگ بسم الله گفته از این پولک گور کردیم تو جورش کنی در کجا گورش کردی؟ در اون دیگ در آخر دیگ گورش کنیم تو جورش کنیم ما پختهش کردیم بله دم بگی ما بخوریم نوشیجان کنیم بله دیگه خود همون داخل دیگ انداختی سرش خود میکنی فکر تو گور شد بگو خدایا ما ایره به نام تو با امید تو گورش کنیم جورش کنیم ما هم گورش کنیم سلام دوستان عزیز به یک ویدیو جدید ما خوش آمدین در جایی که هستین خوش آرام باشین روزه و نمازتان قبول دیگه ما از دعایتان یادتان نریم دیگه امروز دیگه من جور میکنم مثلا مسئولیت ما است که خورما را چای را چیزا جور کنیم اول از نصف روز چای را پر کنیم او این را کم پر میکنیم باز جوش میمونیم که جوش کنم خمام آن قبس است نالی جوش شد دیگه گلاس ها رو بانیم نباتی گلاس هست گلاس مرز وظیفه ماست او را وظیفه خودم انجام من
بخوام نظمت جا کنیم شما نظمت خورما خورما را که ما گرفتیم باید سبو شویم چون که داخل از دید یک از چیزا میباشه از درخت که میگیره رو میباشه لیگا میباشه از خاطر پاک بشویمش دوام خوبش رفته نرمان اینجا بشویم اینو برای 5 دقیقه هم طول میبره باز دیگه چی باشه جوان میکنیم چکنی جون اوام جوش کرده داو گرفتم یک ذره چیز انداختم روغن انداختم که مکرونی ها که دیگه نچستم جوش بتمش بخیر که صافش کنم باز دیگه چیزایش بیجان کنم دمش بتم روغن که پرتی باز رشم میشه نمیچسبه که دیگه افتر سیر چیزایش هم ایدن کنیم یک دقیقه اکثر شپت کنم سیر شمایده شد در چیز میگه سیر باید از پرتی سیر طعم غذا رو خوبش میکنه چای دم شد 2 ساعت دمش کردم دیگه نوبت چکنی هسته چکنی میندازیم بریم ماسه بگیریم ماسه یعنیش چکنی که ماس که بخورین هم خوب است مثلا زیادتر بخوره چکنی بپره یک قاشق بگیریم انا یک قاشق برتیم نال دیان پرتیم این خلاص شد یعنیش ماسه انداختیم قاشق دیگه بگیریم ماسه رو انداختیم نوبت چکنی هسته ملخه چوچه رو میگیریم یک تا یک تا دیگه باز یک تا دیگه خویر اینجا بانیم سرش قلم کنیم خانالی رو گدوادش میکنیم باش یک تا دیگه قاشق میگیرم ناجی رو گدواد کردیم دیگه صدا نمیکنم نالی رو گدواد کردیم دیگه چکنی قدر خوش نداریم چون که دل درد میکنه حالا دیره شده دل درد زیاد میشه از خاطر من زیاد چکنی رو خوش ندارم یعنی چکنی ما خلاص شد نال یارد اینجا میبانیم نوبت دیجا نمیشه نوبت خورماسته نال ایره یک باز ما کشش میکنیم یک آبش خالی کنیم بکنیم آلیمان پر کنیم خواه که نکدی نال قاشقه که چوشه بانیم بچکنی نوبت خورماسته خورما رو اینجا بانیم میرم بانیم دیگه بریم گشنیج میده میکنیم به خاطر مکرونی اینا رو نوبت گشنیج هسته به خاطر میدهش میکنیم سلام علیکم چی کردی بخیر سنا جان با مادرم کمک میکنم خب با مادرت کمک میکنی؟ چی داره که گفته برش جواب میکنم دست درد نکنی نام خدا خورما رو آماده کردی چکنی رو آماده کردی دیگه اینا پیاله رو آماده کردی چو هم دم کردی؟
خب دست در گشنی چه چی مایده میکنی بخیر؟ در سرش پرتوی و داخلش پرتوی در بینش. در مکرونی؟ آه. خب باش چند تا دیگه هم بگی از خیرت سلام جان ما ایران بگی کدش کمی زیادتر شود کم نشه خب؟ رقم مادرت ولی کوشش کن دست کلام داشته باشی خب بینی؟ رقم مریم ولی دیگه دوستای عزیز شما که میبینی قبلا من براتون گفتم سلام جان شش تا نخورم ما را ناشته نخوریم به خاطر از اینکه دست درخت از هر چیز میبره دیگه که دوستای عزیز ما امرای چکنی ماست گرد میکنیم اگر شما میتونین چکنی بسیار تند است یکم تا تند خورده نمیتونن میتونن امرایش یک ذره ماست گرد کنن بسیار خوبش مزه‌دار میاد خوشخور میاد طعمش هم خوبش میشه دیگه بسیار اساس همون لوکس خوبش میاد دیگه شما کوشش کنین که کده چکنی ماست گرد کنه بخوره خوبش میاد خب مایده بگیری سلام جان آفرین دست درد نکنه سلام خب چیز دسترخوان هم تیار کنی تیار کنی سلام جان دسترخوان و خوردن چیزا رو تیار کنی و آماده کنی میوارم تو تیار کنی جور کردی را آفرین دست درد نکنه اینا رو ایتی تو کنه شخون ایتی تو باش من یک یادت بتم خوب بازم یکم وقت دیگه میشه این تو که خوب خوردش میکنه خوب نه تو کنی خوردش میکنه به این شکل های دست درد نکنه بگیرش هوا خیلی کمیس کش کنم دوری تا چیز نگیره دیگه بکنه؟ دی؟ شاید شده باشد درجه یک ماه میشه دیگه همین زیاد شده بس چی نیست شما؟ دقاق میندازه میشه دست درد نکنه این سر چیز بسیار خوبش میاد سر مکرونی البته مکرونی و شکل مانده نمیشه جمشه جان خیر هستی آمدی بخیر جور هستی جان جور هست چی کردی؟ چکر زدی؟ خواب کردی نبودی ماینم برنامه رو شروع کردیم دیگه توکل به خدا هر چیز شد سلام دوستای عزیز خوش آمدید به یک برنامه رمضانی از ما امیدوار است هر کجای که هستین جور من سر حال باشید امیدوار است که صحتمند باشید روزه بخیر گذشته باشه دیگه هر کجای که هستین خوشحال باشید خوشحال باشید چی جور کده بخیر پدر امروز دیگه ما یک ذره سبزی پلک آماده کردیم مکرونی هم مادرت آماده کرده این دیگه سلام چکنی رو آماده کرد چکنی رو آماده کرد برای ما کرد ماست دیگه گشنید میده کرد پیالا رو حاضر کرده دسترخوان جور میکنه دست درد نکنه خیلی کمک میکنه خیلی خوب من سبزی رو خیلی دوست دارم دوستای عزیز کسی میبینید برام با سبزی جور کردن امروز من دیگرم در افطاری بخیر بله سبزی خیلی خوب هم هست بله با شما گفته بودیم با شما مکرونی پخته کن و براتون مکرونی آماده کرده خیلی یک جک براتون جوز کیلو آماده کردیم جوز کیلو گفته بودیم به اون خاطر جوز کیلو براتون آماده کردیم نوشیدنتون بخیر بخورین دیگه توکل به خدا ببینیم خدا چی میکنه چون با وقت چه وقت مونده وقت اذان امروز 6 و 15 دقیقه اذان میکنم خب 6 و 15 دیگه چی در پالک خب پالک پیاز است سیر است دیگه زنجفیل است روغن است دیگه نمک است داخلش مرچی هم داخل داخلش انشاءالله خدا کنه خوب مزه‌دار بیاد مزه‌دار معلوم میشم و دیگه خدا کنه که افغانای ما سرخان خدا بود که اگه ما خیلی سبزی که خود این ماه رمضان خوب فایده داره و میده بخیر باشید زنده باشید باشه خیسنا رفت طرف اتاق شدنی دسترخوان آماده کنه با ما باشید میریم سر دسترخوان خب دوستان عزیز گپ ما میشد که نه بخیر
غذا را آماده کرده. مریم، سنا دستشان درد نکنه. یک جان تشکر، خیر ببینن. دیگر اینا را دعا میکنیم دوستا. بخاطر پیش از خوردن غذا دعا کنیم خداوند دعای ما را قبول کنه. بعد از او باید غذا را بچشیم، مزهش ببینیم چی رقم است. آمین رب العالمین برحمتک یا رحمان الرحیم. یا الله روزی ما را، روزی تمام مسلمان را، نماز ما را از تمام مسلمان را خدا خود قبول کنی، طاعت عبادت ما را قبول کنی. یا الله هر کار با ما خیر ماست، خیر ما را پیش بیاری. تمام مسلمان را، از افغانای عزیز ما را در کجای که هستین آرام باشین، صحت باشین، سلامت باشین، که فامیلایتان خوش باشین. خداوند در پناه خود نگاهتان کنه. در جا هستی سرفراز سربلند باشین. یا الله خودت ما را کمک کنی از توجیه از بدبختی افغانای ما را بکشی. یا الله خودت امنیت بیاری، آرامی بیاری در وطن ما. آمین رب العالمین برحمتک یا رحمان الرحیم. روزتان قبول باشه دوستا. برای ما دعا کنین، برای ما دعا کنین. بخیر باشید، زنده باشید. آمین آمین آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. بله حسن دارم. چی رو بگم تاکل باخرمون خوبشه. نه واقعا خوبشه. خوبش است. کم زر نمکش کم است، این مهم نیست. مزهش خوبش است. اگر نمکی زیاد باشه، نمکی نخ داره. اگه نمک باشه خوب است. میتونه اگه نفر زمینی خود نمک بده. این که نمکی بود خوشتیت میکنم. بله باز دیگه مشکل است. بله. سعی کنم خیلی مقدار آمدم. دستتان درد نکنه. دست سنا درد نکنم. سرخان آماده کن. بله دستش درد نکنه. تا ما یک کار دیگه پیش بریم. راه سرخان کنیم. هر وقت جور میکنم. آفرین. چای دم کرد. آب آورد. بله. زیاد خدمت. مثلا شدیم. بیاد بخور. بالا رمضان هم میکنم این کار تر. شاید میاد سرخان. بله. چیزی که عرض شنیش هم کارم میکنم. برابر زور. درست خانه. کارگر هستم آمین. دوستا خب برنامه صبحانه شفا دیدم. بله. صبحانه برای ما تیار کرد. بله میکنم. میکنم هر چیز که صبحانهش بدل خودش هر بختا میکنم. صبحانه خوب تا میکنم. مکرونی خیلی مزدار آمده. آن سالی هم مکرونی. ما سلامت برکت میکنیم. ما سمونده بعضی از دوستان کمک کرده بود که سنا باید است یک صبحانه دیگه باید جور بکنم. مگر این دفعه صبحانه یک سنا جور میکنم بعد از رمضان بخیر دو تاوهی که خیلی دو مختار بولونیم دفعه نزو و ما کرایی تخم مرغ شد میکنم. کرایی مزدار. خوب میکنم. میشه. شاید از بعضی از دوستان رمضان روزه نداشته باشن ویدیوی ما شاید ببینه دلشان رفت شد که مانان میکنیم و سعی میکنه اگر روزه نداره یا نزدیک روز افطار است حتما تلویزیون یک چند ثانیه استارت بکنید آذان داد تلویزیون افطار بکنید که ما ایجا میخوریم شما سعی میکنید به او خاطر بی خوش این که تا این لحظه با ما بدید امیدوار سر کشای کسی دور سرمان سر حال باشید. دوستا چایتان خالی ما خوردیم فروش بود. خدا کنه شما همونطور دسترخوانتان پر رنگ باشه. در هر جایی که هستین خوشحال آرام باشید. در پناه الله باشید. همچنان شبتان بخیر دوستای عزیز. روزی خوش داشته باشین. خداحافظ دوست عزیز.